این ویدیو رو با هم ببینیم. 100 سال دیگه مثل سال 1402 هممون با خانواده هامون و دوستامون زیر خاک خواهیم بود. غریبه ها توی خونه هامون که ما سخت کار کردیم و ساختیمشون زندگی خواهند کرد و یکی دیگه صاحب همه چیزهایی میشه که مال ماست. اموال و دارایی هامون اهدا میشن و یا دور انداخته میشن و از بین میرن. از جمله ماشینی که به یک مبلغ هنگفتی صرفش کردیم و احتمالاً آهن قراضه میشن. نوادگانمون به زور بدونن ما کی هستیم و نه اصلاً ما رو یادشون میاد. به این روش در NLP تایملاین گفته میشه که میتونه بعضی از موارد رو در سوژه با بردن اون به آینده حل بکنه. چند نفر از ما میدونه پدر بزرگمون کی بوده؟ بعد از اینکه میمیریم چند سالی به یاد هستند و چند دهه بعد حتی خاطره هم نخواهیم بود. اگر فقط خیلی کوتاه میتونستیم به اینها فکر کنیم، رویکردها و تفکراتمون تغییر پیدا میکرد و متفاوت عمل میکردیم. این گفته یادتون باشه، اگر 5 سال دیگه اهمیتی نداره، 5 دقیقه بیشتر صرف ناراحتی و نگرانی راجع بهش نکن. روش تایملاین یک روش خیلی قدرتمند و مؤثر در درمان بسیاری از مشکلات سوژه است که میتونه با بردن اون به آینده خیلی از مشکلات سوژه رو درش حل بکنه و درمانی صورت بگیره.